دوستان ارجمند درود و سلام. شما علاقه پای بردید که ما در داخلی نه ساحلی بلکه در داخلی رود دوشنبه قرار داریم که اینک در عرفه بهار سیراب شده است. من اینجا میخوایم یک پیشنهاد را با شما به هم بینم و اندیشه شما را بفهمم. چی میشود که رود دوشنبه که حالا میبینید که آب بسیار است دوستان. تابستان ما شاهد بودیم، مخصوصا ساکنان پایتخت که سطح آب خیلی پایان رفت و حتی کار به همین درجه رسید که یک آدم مقرر میتوانست از این سوی رود بملال به آن سوی رود بگذرد و کمشوی سطح آب این پیشنهاد را به مغز ما آورد که باید در نزد همین قسم باید همین رود به قسم ها جدا شود و حوض ها بنیاد شود. حوض هایی که تابستان، مخصوصا در تابستان که سطح آب خیلی پایان می رود و مردم می خواهند که آب بازی کنند، حتی می بینید بعضی ها اینجا ماهیداری می کنند و بعضی حالت های البته ناخوش هم در رابطه به مردم و ساکنان پایتخت اینجا می شود، چون با اون گمان که آب بازی کنند اینجا می بیایند و ما می خواستیم که در همین رود، در جریان همین رود چندین حوض ها یا آب انبارهای خردی سنی بنیاد شود. درست است که سطح آب مخصوصا در بهاران بلند می شود، آب خیلی گلالود می شود، چون که این از ورزاب، از کوه های ورزاب که سرچشمه می گیرد، البته اونجا سیل و یخچو این چیزها می فراید. اما تکنولوژی ساختمان اونچنان امروز پیش رفته است که ما می توانیم هرگاه که آب سطحش بلند شد و گلالود شد آب را رها کنیم، یعنی یک سربندها بسازیم، از آهن است، از بگذار مثلا از سیمنت های مثلا نیرومندی که برای ساختمان ها استفاده می شود استفاده بریم و پیش این را ببندیم و حتی اون سنگ ها یا این پاره سیمنت هایی که در شکل چارکنجه ساخته شده هستند، من میبینید در بین رود هستند، اینها ما با متخصصا صحبت کردیم، گفتند که بازمانده از زمان شوروی است و محض همین سیمنت هایی که راستکنجه است و خیلی کلان حجم است میخواستند حوض های سنی بنیاد کنند در زمان شوروی، اما شوروی پاش خورد و این ایده، یعنی این غایه عملی نشد و ما در زمان استقلال امکان داریم که همین کار را بکنیم و پیش رود دوشنبه را که سال به سال سطحش پایان می رود، آبش کاهش می یابد، برای خود ما همچون حوض های سنی، همچون یک نقطه های شناوری استفاده بریم. و البته اینجا اندیشه های متخصصان چی است؟ اندیشه های متخصصان را ما تا رفتیم مراجعت کردیم و وزیر انرژتیک و ذخیره های آبی تاجیکستان و حالا پاسخی آن کس را در رابطه با همین رود دوشنبه و ساختن حوض‌های سنی در جریان آب میشنویم. در تاجیکستان 12 تا بمبارهای سنی جای دارند و نسبت فعالیت این بمبارها از لحاظ امنیت تکنیکی از طرف خدمات های داخلی دار و خود وزارت نظارت برده استادیم و البته فایدهشان ما هر روزه دیده استادیم. این هم بمبار بحر تاجیک و بمبار بحر کبود و دیگرها است. البته در این باره از لحاظ استفاده از اون جمله رود دوشنبه برای بمبارها این موضوع البته اگر پیشنهادهای مشخص باشه این موضوع رو ما دیده میبریم. قانون این رو منع نکرده استاده است و اگر پیشنهاد مشخص باشد ما میتونیم اصول کاری خطی مسئله رو بررسی کنیم. بمبارهای سنی در همین وضعیت امروزه یکی از راههایی که ما میتوانیم تاثیر تغییریابی اقلیم و همه ساحه‌های اقتصاد اجتماعی کشور کمتر نماید. این یکی از راه‌ها است. ببینید وزیر انرژتیک و ذخیره های آبی جمهوری نیز این پیشنهاد ما را دستگیری کرد و گفت اگر یک
пешниҳоди мушаххас, яъне як тарҳи сохтани чунин обанборҳо ё ҳавзҳои сунӣ агар пешниҳод шавад, омода ҳастанд ки ҳамкорӣ кунанд, дастгирӣ кунанд. Шумо мепурсед ки ҳавзҳои сунӣ чӣ манфиат дорад? ҳавзҳои сунӣ дӯстон пеш аз ҳама муҳимтарин омили иваз шудани экология дар шаҳр мешавад. Чун мо медонем ки хокбориш махсусан дар ҳудуди ҷумҳурӣ аз ҷумла дар Душанбе сол ба сол меафзояд ва ҳамин хокборише ки ба нафаскашии аҳолӣ таъсир мерасонад, мо бо чандин роҳ метавонем ҷуброн кунем ки якеаш ҳамин сохтани ҳавзҳои сунӣ аст. Дуюм, барои шиноварӣ барои худа мо як ҷои муайян таъин мекунем ва шиновариро албатта мо ройгон намекунем, чун як шароити хизматрасонӣ мекунем ва шиноварӣ ҳам бигзор бо як нархи дастрас ба мардум бояд таъмин гардад. ҳамзамон вақте ки ҳавзҳои сунъӣ шуд, вақте ки ҷои шиноварӣ пайдо шуд, ҳатман дар назди шиноварӣ нуқтаҳои хурди савдо мекушоем. ҳам як манфиати иқтисодӣ дорад ва ҳам барои тағйир додани экологияи пойтахтамон бисёр муассир аст.